اگر خودتو به امام زمان بسپاره، امام زمان دستتو میگیره. بخوای گناه نکنی، امام زمان دستتو میگیره. میدونی ما چوب کجا را میخوریم؟ چوب اینه میخوریم که به قول خودمون زیگزالی حرکت میکنیم، صاف نیستیم. روزه میایم گریه میکنیم، عروسی میریم میرقصیم، با عرق خور میشینیم خوشوبش میکنیم، با نماز شب خون میشینیم التماس دعا بش میگیم. یه رنگ نیستیم، به خاطر این چوب میخوریم. یه جور باش، خودتو دست یکی بده، امام زمانی باش. امام زمانی که شدی، رفیقاتو امام زمانی انتخاب میکنی، قیافتو امام زمانی درست میکنی، نگاهاتو امام زمانی تنظیم میکنی، حرفاتو امام زمانی قرار میدی، سر سفره امام زمانی میشینی، کارات کار امام زمانی میشه. یه جور باش، یه رنگ باش.